سلام. احتمالا شما هم ضررهای مکرر توی معاملاتتون باعث ناامیدی و کوتاه اومدن از مسیرتون شده. شاید دیگه اون شور و اشتیاق اول مسیر رو ندارید. اون حس جذاب یادگیری، تمرین، تلاش، رسیدن به سود کم کم جاشو داده به خستگی، شک و تردید و شاید حتی یک قدمی رها کردن. اما بذار همین اول بهت بگم، این حس فقط برای تو نیست، برای خیلیا پیش میاد. برای منم پیش اومده، برای خیلی از آدم‌هایی که امروز به ظاهر موفق شدن هم پیش اومده. ولی موضوع مهم اینه، ناامیدی چرا پیش میاد؟ چرا اصلا ذهن ما اینجوری خسته میشه؟ ناامیدی توی مسیر معامله‌گری معمولا از چند تا چیز میاد که پشت سر هم جمع میشن. 1. تصور غیر واقعی از مسیر تریدر شدن. ما معمولا با این فکر وارد بازار میشیم که میشه در چند ماه با یاد گرفتن یه استراتژی خوب یا چند تا دوره آموزشی به سود مستمر میتونیم برسیم. اما واقعیت اینه که بازار نه یه دستگاه پولساز فوریه، نه محیطی برای زنده موندن آدم‌های عجول. دومین موضوع نداشتن ساختار ذهنی مقاوم هستش. بازار دائما تو رو بین ترس و طمع، امید و ناامیدی، پیروزی و شکست پرت میکنه و اگه ذهن تو آمادگی کافی رو نداشته باشه، این نوسانات روانی تو رو از پا در میارن. سومین مورد نبودن بازخورد درسته. تو ضرر میکنی ولی نمیدونی دقیقاً چرا. نمیدونی مشکل از استراتژیه، از مدیریت سرمایه است، از رفتار توه و وقتی دلیل رو نمیفهمی مغز دچار فشار ذهنی مبهم میشه. اینجاست که کم کم انگیزت از بین میره. چهارمین مورد که خیلی مهمه، مقایسه کردن خودت با دیگران هستش. دیدن سودهای بزرگ بقیه توی شبکه‌های اجتماعی بدون اینکه پشت صحنه تلاش یا ضررشون رو ببینی، حس ناکافی بودنت رو توی بازار تشدید میکنه. تو خودتو قضاوت میکنی با چیزی که واقعیت نداره و این یعنی سم خالص برای روان تریدر. خب حالا که فهمیدیم چرا این حس ها به وجود میان، باید ببینیم که چطوری میتونیم کنترلش کنیم، نه با شعار و نه با انگیزه موقت. راهکار اول واقع گرایی ساختارمند هستش. تو باید از نوع تعریف کنی که موفقیت در ترید یعنی چی. نه سود سریع، نه بردهای پشت سر هم، بلکه پیشرفت تدریجی در درک بازار، کاهش اشتباهات و رشد ذهنی. هر روزی که یک اشتباه کمتر کردی یعنی برنده‌ای. هر هفته‌ای که بدون هیجان و عجله کار کردی یعنی یک قدم جلوتری. راهکار بعدی اینه که مقایسه خودت با دیگران رو کاملا قطع بکنی. از امروز تا یک هفته تمام اسکرین شات های سود و پست های انگیزشی بازار فیلتر کن و رهاشون کن. هر بار خواستی خودتو با کسی مقایسه کنی، فقط با خود یک ماه پیشت باید مقایسه کنی. راهکار سوم ساختن سیستم بازخورد شخصیه. برای توضیح میدم چجوریه. باید یه دفتر داشته باشی یا حتی یه فایل ساده که بعد از هر معامله فقط 2 تا سوال رو توش بنویسی. 1. چرا وارد این معامله شدم؟ 2. خروج من طبق استراتژی بود یا از روی احساس؟ همین 2 تا سوال ساده باعث میشه بعد از چند روز ببینی الگوهای ذهنی تکراریت چیا هستن. حالا نوبت به مهمترین قسمت این ویدیو میرسه. تمرین هایی که هم سادن، هم تاثیرگذارن، هم قابل اجرا هستن از همین امروز. تمرین اول، ترید نکن، فقط تماشا کن. برای 3 روز آینده اصلا ترید نکن. فقط هر روز صبح یک چارت رو باز کن، تحلیلش کن و بنویس الان اگه میخواستم ترید کنم کجا ورود میکردم و چرا ورود میکردم. این تمرین باعث میشه بدون درگیری با پول فقط ذهنت رو تقویت کنی. تمرین دوم ژورنال روانشناختی هست. یه صفحه سفید بردار و بنویس من از ترید چی میخوام، چرا اومدم توی این مسیر. بعدش بنویس الان دقیقاً چی باعث خستگی منه، ترس، انتظارات، ضرر، سود. خودت رو شخم بزن، ریشه رو پیدا کن. این کار شاید سخت باشه ولی آزاد کننده هستش. تمرین سوم، تمرین یک قانون ساده. فقط یک قانون رو انتخاب کن و برای یه هفته فقط همون رو تمرین کن. مثلا هر معامله باید حد ضرر داشته باشه، یا فقط در روند صعودی وارد معامله میشم.
این تمرکز روی یک قانون ساده باعث بازسازی اعتماد به نفس درونی میشه. تمرین چهارم هم تمرین مهمیه. بررسی احساس قبل از ورود. قبل از هر تصمیم خرید یا فروش این سوال رو از خودت بپرس: الان احساسم چیه؟ آیا از روی ترس یا هیجان دارم وارد بازار میشم؟ اگه احساس قوی در کارت هست، اون معامله رو کلاً بیخیال شو. بذار مغزت عادت کنه به صبر. اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی برات داشته باشم، باید بگم ناامیدی پایان مسیر نیست، اتفاقا یه نشونه است برای شروع دوباره، ولی این بار از راه درستش. این بازار برای عجول‌ها ساخته نشده. بارها گفتم بازار پول رو از آدم عجول میگیره و میده به آدم صبور. ولی برای کسایی که ذهنشون رو مدیریت میکنن، میتونه یکی از آزاد کننده ترین مسیرهای مالی و ذهنی دنیا باشه. اگه الان خسته ای، بدون که تنها نیستی. اگه هنوز داری این ویدیو رو میبینی، یعنی ته دلت یه نوری هست که نمیذاره کامل رها کنی. پس به اون ندای درونت گوش بده. اگر این ویدیو بهت کمک کرد، حتما توی کامنت ها برام بنویس و برای دوستاتم بفرست تا اونها هم بتونن از شر ناامیدی در مسیر زیباشون رها بشن. هر سوالی هم داشتی توی کامنت ها بنویس، خودم شخصا تک تک سوالاتتون رو میخونم و بهشون پاسخ میدم. لینک های توی دیسکریپشن رو هم مطالعه کنید، چون توی این لینک ها یک سری کانال هستن که این کانال ها به صورت روزانه میتونن شما رو به سودهای خوب دلاری برسونن. دوستتون دارم. روز و روزگار بر شما خوش.